اگه سالهاست توی شرایطی هستی که فکر میکنی چاره ای نداری و باید تحمل بکنی و بسوزی و بسازی، داستان امشب مال توه. میگن یه شیخ با مریدش از یه راهی میرفتن تو سفر، میبینن کورسوی چراغی هست، اینام خسته و گرسنه. میرن میبینن خونه یه پیرزنه است. میگن پیرزن چیزی برای خوردن هست؟ ما اینجا امشبم استراحت بکنیم. میگه بله، ما شیر بز داریم. یه کاسه براشون میاره، اینام شیر رو میخورن و میگن چطور امرار معاش میکنی؟ میگه والا من همسرم سالها پیش فوت شده، با همین شیر بز 2 پسرم دارم. و مرید شب خوابش نمیبرده. به شیخ میگه دلم میخواد به این پیرزن کمک کنم ولی نمیدونم چطوری. شیخ میگه اگه میخوای بهش کمک کنی برو بزشو بکش. مرید میگه بابا این بدبخت فقط همون بزه رو داره. میگه برو بزشو بکش. مرید نصف شب میره تو طویله بزو میکشه، میاد میگیره میخوابه. فردا صبح با صدای شیون پیرزن از خواب بیدار میشه. وا ویلا، همسایه ها هم جمع شده بودن، اینم گریه. اینو خداحافظی میکنن میرن. سالها بعد مرید به شیخ میگه دلم میخواد برم حال و هوای پیرزن، حال و روز خودش و بچه‌هاشو ببینم، خیلی تو فکرشونم. میرن میبینن چه وضع خوبی، 2 پسر جوون توی مزرعه کوچولو دارن کار میکنن، یه خونه قشنگ. میرن میگن یادتونه ما رو چند سال پیش مهمونتون بودیم، مادرتون کجاست؟ مادرشون رو صدا میزنن سر حال. بعد مادره میاد میگه وای یادتونه چند سال پیش اومدین خونمون بزه منو کشته بودن، من گریه میکردم دیدین؟ میگه آره بابا چیکار کردی؟ میگه والا بزم که مرد دیگه، دیدم چاره ای نیست، شروع کردن به نخریسی، پسرام هم توی مزارع همسایه ها شروع کردن به کار و بعد چند سال بعد به جای دستمزد یه تیکه زمین بهشون دادم، حالا دیگه خونمون هم ساختیم. و میدونی چی میخوام بگم؟ بزه تو بکش. بزه تو چیه؟